بچه ها به دارک کالر خوش اومدید. الان همراه ما هستید با یک اپیزود جانبی دیگه. من دلارا هستم. منم اسما. الان تو این اپیزود میخوام که راجع به اتاق بازجویی در ژاپن صحبت کنم. در اتاق اکسایتینگ. بازجویی چه میگذرد؟ بعد اینم اولش بگم که بعد دیگه تکرار نکنم. راجع به دادگاه ژاپن یک اپیزود دیگه خواهیم داشت چون مفصل تر. سیستم غذایی ژاپن. آره. ولی خب تو اون قسمت سیستم غذایی هم هی قسمت قسمتش میکنیم دیگه. آها، پس فقط در مورد دادگاه. اوکی. آره. آره. این ولی راجع به اتاق بازجویی فقط. بعدش هم اینم اولش بچه ها بگم، من هر دفعه اینو تکرار میکنم، احساس میکنم، ولی که اطلاعات این قسمت به عنوان یک دانش عمومی ارائه شده. خب در حالی که تمام تلاشمو کردم که اطلاعات دقیقی رو به دست بیارم، دارک آلر هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمیگیره. مسئولیتی در قبال خسارت مربوط به اطلاعات ارائه شده نداریم. و میگم دیگه، یعنی این کلان اپیزودامون چیز مشاوره حقوقی نیستش و اگه آره. که یه وقت بازداشت شدید یا هر چیزی، لطفا وکیل خودتون رو داشته باشید. به ما ربطی نداره. آره. آره، ما مدرک نداریم. آره. مدرک قضایی نداریم. آره. و بعدش هم این اطلاعاتم بر اساس اکتبر سال 2023 هستش. اینم بگم که بعدا ممکنه تغییر کنه. قصد این قسمت اینه که به شما اطلاعات اولیه‌ای در مورد نحوه عملکرد سیستم حقوقی کیفری ژاپن بدیم. بخوام شروع کنم، ببین اول اینکه یه چیز جالبی شاید تو ژاپن باشه اینه که وقتی تو بازداشت میشی، خب یعنی میگیرنت حالا به هر دلیلی و میبرن توی اتاق بازداشت، میتونن تا 23 روز با امکان تمدید بدون اتهام رسمی تو رو نگه دارن. توی آمریکا 48 ساعته. آره. ولی این 23 روزه اسما وحشتناکه. خود ژاپنیا به این میگن هیتوجیچی شیهو. هیتوجیچی که میشه هاستج، شیهو هم میشه جاستیس. یعنی اصلا خودشون هم میگن که این حالت هاستج داره و خود. گروگانگیریه. آره یه جورایی. سیستم. آره. بعد قضیه اینه که حالا میگم چرا گفتم که بدون ادغام رسمی ممکنه که این قضیه تمدید پیدا بکنه. اینه که قانون خب خیلی ویگه، یعنی واقعا میاد میگه که در صورتی که اگه خطر این باشه طرف یه شاهدی رو، مثلا یه شواهدی رو میخواد از بین ببره و یا فرار بکنه، پلیس میتونه که این رو تمدید بکنه و شما رو نگه داره. دیگه همه کاتگوری شاملش میشه دیگه. قربونت برم، طرف رو بازداشت کردی، حالا میخوای که طرف نه، من احتمال این که چیزا رو نمیدونم، شواهد و اینا رو بسوزونده یا بندازه دور یا مثلا فلان اینا هستش، که ما تمدید، یعنی واقعا خیلی احمقانه است از نظر شخصی. ببین حتی مواردی بوده که مثلا پلیس برای یه چیز خیلی ساده، مثلا برای یه دعوای خیلی ساده، طرف رو اومده بازداشت کرده و با مدت 23 روز نگهش داشته و مثلا در نهایت هم $1000 جریمش کرده. ولی میخوام بگم که یعنی بابت یه چیز خیلی ساده هم اینو میتونن که تو رو نگهت دارن. بعد به خاطر همین موضوع بعضی وقت خب این بلا سر افراد بیگناه هم میاد. یعنی اگه نتونن گناهتو ثابت بکنن، بعد 23 روز آزادت میکنن. ولی گفتم اگه شواهدی داشته باشن که شما رو متهم بکنن، طولانی تر هم نگهتون میدارن و این خودش مشکل بزرگیه، چون اگه بیگناه باشی هم توی شرایط زندانی هستی، چون تو بازداشتی 23 روز تو بازداشت، یعنی حتی اگه بیگناهی یه جورایی دستگیری. میدونی چی میگم؟ و آره. بعد به خاطر همینم ژاپن تا سالهای اخیر 99.9، یعنی 99.9% کانویکتد رینت داشته تا سالهای اخیر. خب و یکی از دلایلش اینه. ویت. ام، ببخشید. 99.9% آره کانویکشن ریت داشته. یعنی کانویکشن. هر کی رو گرفتن فرستادن زندان. دقیقاً. یعنی دقیقاً. اینا نمیگیرن، اگر بگیرن کانویکت داره میگیرن. نه، ببین قضیه اینه، اینا رو میگیرن ولی کانویکتشون نمیکنن.
اگه که تو کانویکت بشی یعنی دیگه یه جورایی مطمئنن که تو گناهکاری و دلیلی که میتونن این کار رو انجام بدن همین بازه طولانی مدت تو بازداشت نگه داشتن است. یعنی انقدر نگهت میدارن تا اعتراف کنی و به خاطر همین کانویکتد ریت خیلی میاد بالا. حالا توی سالهای اخیر یه ذره اومده کمتر، راجبش حالا صحبت میکنم. یه چیز دیگه ای که توی اتاقای بازداشت ژاپن اتفاق میفته که خیلی غیر مثلا انسانی به نظر میاد و خیلی کریتیسیزم داره میشه از طرف کلا کشورهای دیگه، اینه که پلیس مجازه قبل از ملاقات تو با وکیل بازجویی اولیه خودش رو آغاز بکنه. یعنی شما ممکنه که حتی ساعتها و روزها بازجویی بشید بدون اینکه وکیل داشته باشید. It's a big no. یعنی از همه کشورها اینو خیلی چیز دارنش، انتقاد میکنن از این سیستم. مثلا اینجوری هست مثل سیستم آمریکا طرف سکوت اختیار کنه، حرفی نزنه؟ میتونه ولی اسما تو داری میگه آمریکا 48 ساعت نهایتا، اینا 23 روز میتونن نگرت دارن. این 23 روز همش میخوای چی نگی؟ میشه اگه خیلی ویل پاور قوی داشته باشی میشه، ولی در نهایتا میدونی آخه یه جورایی هم هستش که نمیدونم تا حالا چیزای اتاق بازجویی رو دیدی به طور کلی یا نه دیدی، سوالاتی میپرسن، چیزایی میپرسن که اینگیج بشی و ممکنه که سوالات اصلا مربوطه به اون چیزی جرمی هم که انجام دادی نباشه، مثلا میاد چت خیلی ساده رو شروع میکنه. آره. میدونی بعد اینجوری درسشو خوندن که چجوری آره به عبارتی لورت کنن، مثلا نظرتو جلب کنن که شروع کنی حرف زدن. آره. و خب این وجود نداشتن وکیل شرایطو خیلی سخت میکنه که ثابت کنی من بیگناهم. میتونی، چون میگم اینوستیگیشن میتونه طوری پیش بره که طرف سوالاتی چیز ازت میپرسه که تو هم یه چیزایی بگی که اصلا ندونی داری چی میگی. میدونی وکالت نخوندن همه که. آره. بعد اگه مثلا دادستان توی روش بازجویی یه کار سوال برانگیز انجام مثلا بده، خودتون در برابرش دفاع هم نمیتونید بکنید چون نمیدونید، میگم اطلاعاتو ندارید دیگه. بعد دیگه اینجوری میشه که خیلی ها نه تنها اعتراف به گناه میکنن توی اتاقای بازجویی تو ژاپن، بلکه خیلی وقتا به کارهایی هم که نکردن اعتراف میکنن. و حالا فکر کن روزها بعد ساعتها بدون حضور وکیل بازجویی بشی، میگی بابا گوره باباش بذار اعتراف کنم برم خونه، چون کیس بوده طرف گفته ببین اگه اینو بگی میزنیم بری. یعنی طرف مثلا چیز میکنه، اصلا خیلی خیلی حال به هم زنه، اصلا خیلی حال به هم زنه. بعد چون میگم پلیس هم میتونه به دروغ بگه دیگه، کاملا میتونه بگه که اگر اعتراف کنی فرستامت خونه یا مثلا نهایتا جریمه میشی دیگه فلان اینا، ولی اگه اعتراف نکنی بیشتر نگهت میداریم. یعنی این رو دارن که بگن آقا تو اگه اعتراف نکنی الان 23 روزه، ولی ما میتونیم شواهد جدید بیاریم بگیم که آقا طولانی مدت هم میتونیم تو نگهت. anyway اصلا خیلی خیلی فاکت با روح و روان طرف بازی میکنن. آره من یه چند تا خبر خودم دیده بودم، شاید مثلا 2-3 تا که مثلا طرف یه 20 سالی تو زندان بوده، بعد فهمیدن که اینا بازجوها مجبورشون کردن که مثلا اعتراف کنن. بعد بیرون اومده پیر بعد 20 سال، بعد 18 سال. یه 2-3 تایی فکر کنم در طول دوره زندگی من تو ژاپن دیدم خودم. و این قضیه از طرف کلا چیزای بین المللی هم خیلی انتقاد میشه که این کانویکشن، درسته که کانویکشن ریت مثلا ژاپن بالا بوده تا الان، ولی کن فالس یعنی دستگیری فالس کانفشن هم بوده. بعد یه چیز دیگه هم شهادت دروغ، شهادت دروغی. و یه چیز دیگه هم که باید در نظر داشته باشیم اینه که ببین وقتی که تو اعتراف بکنی دیگه پلیس نیازی به شواهد نداره برای اینکه تو رو محکوم بکنه. دیگه گفتی دیگه. حالا توی ژانویه سال 1985 خب در کوماموتو یه مردی رو برای یه قتل دستگیری میکنن، حالا میخوایم مثال بزنم، و محاکمه میکنن که تو سالهای اخیر پرونده رو دوباره باز کردن و به همین دلیل که حالا طرف اعتراف کرده ولی چیز نداشتن، شاهد نداشتن، دوباره پرونده رو باز کردن. کوکی میاماتا
34 سال تو زندان بود، ولی متوجه شدن که طرف به گناه بوده و بالاخره تبرئه شده، ولی الان تو بیمارستان. یعنی فکر کن دیگه زندگی به باد رفته دیگه. 34 سال تو زندان بودی، بعد یه دفعه بگن آره نه مدرک نداشتیم بذار. بعد Japan Federation of Bar Association، انجمن رسمی وکلای دادگستری ژاپن، خب هستش که چندین بار این موضوع رو مطرح کردن که آقا گندش در اومده دیگه، تو رو خدا این قانون رو کاریش بکنید. خب سال 2016 خب ژاپن چیکار میکنه؟ میگه خب خیلی باشه، خیلی خوب، ما یه قانونی رو تصویب میکنیم که از این به بعد پلیس و دادستان ژاپن موظف هستن توی بازجویی برخی از مظنونان در پرونده های جنایی جدی، یعنی اونایی که واقعا جنایتشون مثلا وحشتناکه یا هر چیزی، خب برخیاشون رو بعضیاشون رو اینا باید ضبط بکنن. فقط برخی از فقط اونم از 2016. حالا این داشته ببین 2016 قانون رو میفرستن که آقا ما اینو میخوام اجرایش بکنیم. سال 2019 این قانون تازه اجرا میشه. واقعا؟ آره. بعد میگه ببین این پرونده 2019 کرونا بوده، کار دیگه ای نداشتن، به قانونای آن هیومنی که داشتن شروع کردن بررسی کردن. آره اصلا یه چیزه باورم نمیشه. وحشتناکه. میگه قضیه اینه که بعضی خیلی محدوده، یعنی تعداد این بازجویی که اینا میاد باید ضبط بکنن محدوده، فقط کسایی که خیلی جدیه ماجرا. anyway. بعد همین اصلا موضوع باعث بذار، شد من هنوز هنگم. اصلا در مخیله من قابل آنالیز نیست که اصلا در حرکت تازه منم نمی بعضیش. گنجه. ببین الان مثلا من خودم دارم اطلاعاتتون جمع میکنم برای مثلا قسمت های بعدی. من مصاحبه میبینم مال مثلا زمانی که تلویزیونای دوربینای فیلم برداری سیاه سفید میگرفته. اینا تازه 2019 آن هم برخی. اصلا یه چیز، ببین واقعا منم تو کتم نمیره. یعنی به نظر من ما همیشه توی خب پادکستمون جوریه که همش داریم راجع به بدیای جامعه ژاپن صحبت میکنیم، قاعدتا خوبی هم داره، ولی اون بخشی که ما باهاش درگیر هستیم یه بخش واقعا تاریک و بده. و به نظر من این سیستم قضاییشون، حالا راجع به کورتشون هم که بشنوید میبینید که چقدر ایراد داره قضیه، چقدر ایراد داره. و کلا دیگه همین قضیه اتاق بازجویی هم باعث شده که محکومیت ها یه سر از سال 2019 بیاد پایین. یعنی شده مثلا 97% و خورده به جای 99.9 شده 97. بعد قاضی ها هم کمی تمرکزشون رو گذاشتن بر اساس شواهد و نه فقط اعترافات. یعنی چیزی شده که همچنین یه سری تغییراتی داره انجام میشه، ولی خب خودت هم میدونی دیگه دولت ژاپن کلا در برابر تغییرات خیلی مقاومت شدیدی داره. من نمیدونم آجر چرا. سالید. آره. دیگه اینم بود از اتاق بازجویی چه میگذرد در ژاپن. بسیار هم عالی، ممنون از اطلاعات تکان دهنده. آره باشه، مرسی که این اپیزودم همراه ما بودید. لایک سابسکرایب مرسی بچه یادتون ها. نره. آره معرفی کنید به دوستاتون. آره بچه ها، شیر یادتون نره. آره. دیگه فعلا تا اپیزود بعدی. بای بای. بای.